بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که عبادت شب قدر را بهتر از عبادت هزار ماه گردانید و درود و سلام به پیامبر و به آل و اصحابشان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از عایشه خداوند از او راضی باد میگوید: از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدم اگر شب قدر به من معلوم گشت در آن شب چی گویم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ای بار خدایا، به درستی تو بخشنده و بخشیدن را دوست می‌داری، پس مرا ببخش. روایت ترمذی. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند شب قدر را در دهه آخری شب‌های طاق ماه رمضان جستجو کنید. و علمای اسلام همه این حدیث هایی که درباره شب قدر آمده است آنها را جمع کرده خلاصه کرده میگویند که شب قدر احتمال است که در دهه آخری ماه شریف رمضان در شب‌های طاق آید، یعنی شب‌های 21، 23، 25، 27، 29. و اگر نظر به حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بکنیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همه این 10 شب ماه رمضان را، 10 شب آخر را با طاعت و عبادت و دعا و ذکر می گذرانیدند. در این شبها عبادت‌های بی‌نهایت بسیار انجام می‌دادند نسبت به شب‌های دیگر. پس سنت این است که ما نیز در این شب‌ها کوشش کنیم که بسیار عبادت انجام بدهیم، استغفار بگوییم و این دعا را بخوانیم. چون اگر کسی که شب قدر را دریافت، عبادت‌های شب قدر بهتر از عبادت‌های هزار ماه است، چنانکه که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر بهتر از هزار ماه است، یعنی عبادت‌هایی که در این شب انجام داده می شود اجر و ثوابش از عبادت‌های هزار ماه دیده زیادتر است. پس دعا کنیم که خداوند شب قدر را به هر یکی ما نصیب بگرداند و همه عبادت‌هایی که در این شب می‌کنیم به درگاهش قبول بگرداند و گناهان همه ما را ببخشد. این بود پایان موضوع امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.